بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب ایمان میگن که باب الزکات من الاسلام، باب در این باره که زکات از اسلام است. زکات عملی مالی هست برادرای عزیز، زکات عمل است، لیکن میگن که باب الزکات من الاسلام، باب در این باره که زکات از اسلام است، یعنی از ایمان است. اصلا کلمه اسلام و ایمان اینها اذا اجتمع تفرقا و اذا تفرقا اجتمعا میگوید. اگر اینا در تنهایی ذکر شود هر دوش همدیگه را در بر میگیرد. وقتی کلمه اسلام گفتیم ایمان را در بر میگیرد. یعنی باب الزکات من الایمان، زکات از ایمان است. زکات عمل است، عملی محض مالی هست ولی از ایمان است. بنابراین حضرت ابوبکر رضی الله عنه آنهایی که زکات ندادن آنها را به قتل رسانیدند. بر آن خلاف مشهوری که سببش آیا انکار زکات بود یا منع زکات بود. به هر حال امام بخاری میگن که باب الزکات من الاسلام، باب در این باره که زکات از ایمان است، از اسلام است. و قوله و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. و قول الله تعالی که الله تعالی میگه که امر نشدن یهود، نصارا و دیگر مردم امر نشدن مگر برای چی امر شدن؟ لیعبدوا الله مخلصین له الدین، الله تعالی را مخلصین خالص عبادت کنند، شریک نبیارن به الله تعالی کسی و چیزی را. همه به این امر شده است که الله تعالی را یگانه پرستش کنند. حنفاء یعنی از شرک و از بت پرستی میل به سوی توحید کنند، میل به سوی یگانه پرستی کنند. و یقیموا الصلاة، نماز برپا دارند. نماز را برپا دارند یعنی در نمازها مقیم باشد، مسافر نباشد، یعنی گاه میخواند گاه نمیخواند نباشد، در نمازها مقیم باشد. و یؤتوا الزکاة، زکات را دهند. یعنی همه انسان ها امر شدند که الله تعالی را یگانه پرستش کنند، به او چیزی را شریک نبیارند، از شرک و از کفر روی به سوی توحید و یگانه پرستی بیارند و نماز را برپا دارند و زکات را ادا کنند. و ذلک دین القیمه، گفت این دینی مستقیم، این دینی حق، این دینی پرقوت. گفت یعنی توحید و نماز و زکات را همه را یک جای این دین است. گفت یعنی کسی که اگر زکات را نداد الکی دینی او کمبودی دارد. بعد از آن امام بخاری رحمت الله علیه حدیث 46 را روایت کرده، گفتند که حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك ابن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم افلح این صدق. خب این حدیث امام بخاری از اسماعیل از مالک از عمکش از پدرش و از طلحه روایت میکن. 5 نفر میگن که مسلسل بالاقارب. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه در فتح الباری میگن که حدیث مسلسل بالاقارب از خویشاوندا هست، چون که این اسماعیلی که استاد بخاری هست این کس جیانی مالک است. استاد امام بخاری اسماعیل جیانی امام مالک است. امام مالک به اسماعیل تقا میشد، اسماعیل از تقایش مالک ابن انس، امام مالک از عمکشان یعنی ابو سهیل ابن مالک از پدرش یعنی از بابای مالک روایت میکند و آن کس از طلحه حلیفش میباشد. طلحه ابن عبیدالله یکی از 10 یاران بهشتی صحابی جلیل، حلیفی بابای امام مالک است. حلیف یعنی در مشکلی ها، در جنگ ها
یعنی برابرش محافظت کننده در روز خرسندی و شادی و مشکلی و مصیبت همراه است، جانش را میدهد به هم دیگر. همین حلیف میگن، یعنی مانند خیش است، عیناً وظیفه خیش اجرا میکرد. بنابراین گفتن که مسلسل بالاقارب، این سند همش یعنی زنجیربند با خویشاوندها هست. طلحه ابن عبیدالله میگه که جاء رجل، یه مرد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد از اهل نجد. نجد امروزه طرف قسیم و ریاض در مملکت عربستان است. یک مرد از طرف نجد آمد و اینا در مدینه اهل حجاز بودند. اهل حجاز، مکه، مدینه، طایف، جده، این جهت ها حجاز گفته میشد. به اهل حجاز آمد. ثائر الراس، مویهایش پریشان، یعنی معلوم است که این آدم مسافر است. یسمع دوی صوته ولا یفقه ما یقول، غرغر آوازش فهمیده میشد و شنیده میشد ولی فهمیده نمیشه که چی گفته ایستاده است. یک آدم از نجد آمد میگن و پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب کرده یک چی گفته ایستاده است، آوازش شنیده میشد ولی فهمیده نمیشد که چی میگوید. در بعضی روایت‌ها حتی دنه هست، حتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک شد ناگاه فهمیدیم که حتی دنه، در همین روایت هم هست حتی دنه پیدا هو یسأل عن الاسلام، وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک شد ناگاه فهمیدیم که از اسلام میپرسید است. اسلام چیست یا رسول الله؟ بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که 5 وقت نماز گفتن در یک شبانه روز. یعنی اسلام خیلی که اکمل جان پیشتر سوال دادن که کسی که لا اله الا الله گفت آیا وارد بهشت میشود یا نه، فقط مجرد گفتن کلمه همان وقت وارد بهشت میشد که مثلا یک کافر ساعت 8 سحر کلمه گردان، بعد 12 حال پیشی نشده وفات کرد، بله فایده میده. لیکن اگر اسلام نبیارد، کلمه گرداند ولی یگان عمل نکند، که این کلمه برایش فایده نمیکند. چون که ببینید اسلام چیست یا رسول الله؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم که 5 صلوات، 5 وقت نماز در یک شبانه روز گفتن. هل علی غیرها، یا رسول الله برای من غیر این 5 وقت نماز بود دیگه نماز فرض است؟ گفتن که لا الا ان تطوع، دیگر فرض نیست، این 5 وقت نماز به تو بس است، دیگرش فرض نیست الا ان تطوع، اگر زیاد کردی تو نماز شب خوندی، نماز ضحی خوندی، تحیات مسجد خوندی، اینا همش نافله هست، نماز شکرانه طهارت خوندی، اینا تطوع یعنی که اضافگی نافله. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و صیام رمضان، این چنین برای تو روزه داشتن ماه رمضان فرض است. یعنی اسلام چیز گفته بود؟ سوال نگفتن که اسلام میگی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله گو تمام جانت خلاص، نگفتن، بلکه گفتن که صیام و رمضان، روزه رمضان میداری. گفت که هل علی غیره، یا رسول برای من غیر رمضان بود دیگر روزه هایم فرض است؟ گفتن که لا الا ان تطوع، دیگر روزه فرض نیست، رمضان فقط فرض، دیگر روزه های پنجشنبه، دوشنبه، ایام بیز، یعنی وقتی که ماهتاب 13 شبه، 14 شبه، 15 شبه میشه، روزهایش روزه داشتن مستحب است. کسی 3 روز روزه میداره در یک ماه، الله تعالی به هر یک روزش 10 روزی می نویسد در نزد خودش، 30 روز حساب میشه. اگر کسی که هر روز هر ماه 3 روز روزه دارد، گویا که سالش 12 ماه روزه داشته در نزد الله تعالی. این فضل و کرم الله تعالی است، این فرض نیست، دیگه کسی دارد خوشا به حالش. بنابراین میگن که لا، روزه دیگه به تو فرض نیست الا ان تطوع، که میتوانی که نافله داری، پنجشنبه دوشنبه روزه داری، ایام عاشورا روزه داری، ایام عرفه روزه داری، خیلی که ما اینا در دیگر صحبت ها بیان کرده هستیم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم تنکی و ذکر له رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای او زکات را ذکر کرد. بعد گفت که هل علی غیرها، برای من غیر زکات دیگه با مال فرض است؟ گفتن که لا الا ان تطوع، نه گفتن غیر زکات دیگه صدقه برای تو فرض نیست، میتوانی لیکن تطوع نافلتن خیر و سخاوت کنی، یعنی غیر زکاتت با میتوانی پول براری خیر کنی، لیکن اونش فرض نیست. گفتن
قال فادبر الرجل وهو يقول مرد قفا گردانید، یعنی به شهرش رهسپار شد. و هو یقول، حالان که او میگفت والله لا ازید علی هذا ولا انقص، قسم به نام الله تعالی زیادم نمیکنم کمم نمیکنم از آن چیزی که گفتند به من، کم نمیکنم و زیاد نمیکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم افلح این صدق، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که افلح این صدق، نجات یافت اگر راست گفته باشد. گفتن ببینید برادرای عزیز، نجات یافت اگر راست گفته باشد، یعنی اگر راست نگفته باشد نجات نیافت. مفهوم مخالفش این است که کدام آدمی که این عملها را اجرا نکند نجات نمییابد. یعنی کسی نماز نمیخواند، روزه نمیدارد، زکات نمیدهد، اون نجات نمییابد. چون که پیامبر صلی الله علیه و آله نجات یافت اگر راست گفته باشد. و این حدیث امام بخاری رحمت الله در کتاب ایمان آوردند، دلالت میکند که زکات از ایمان است. و امام بخاری رحمت الله علیه در این کتاب ایمان خود اقرار میکنند، مقرر میکنند که عقیده اهل سنت و الجماعت این است که ایمان قول و عمل است، زیاد میشود و کم میشود. و امام بخاری خودشان گفتند که کتبت عن 1080 رجلا، من از 1080 نفر علم آموختم، همه آنها میگفتند که الایمان و قول و عمل یزید و ینقص، ایمان قول و عمل است، زیاد می شود و کم می شود. و این حدیث ها که زیاده از 50 حدیث در اثبات زیاد شوی ایمان و کم شوی ایمان و این چنین از عمل از ایمان بودنش اینقدر دلیل ها، 10 ها آیت و زیاده از 50 حدیث ذکر کردند. والله تعالی اعلم.